رهایی از استرس و اضطراب. راز زندگی در لحظه حال با خلاصه‌ای از کتاب قدرت حال از اکهارت توله. سلام به همه دوستان عزیز و همراهان همیشگی کانال قلم روشن. امروز می‌خوایم درباره یکی از کتاب‌های تأثیرگذار و پرفروش دنیا، یعنی قدرت حال نوشته اکهارت توله صحبت کنیم. این کتاب یک راهنمای عمیق و کاربردی برای زندگی در لحظه حال و رهایی از رنج‌های ذهنی است. پس با ما همراه باشید تا خلاصه‌هایی از این کتاب رو با هم مرور کنیم. زندگی در لحظه حال. اکهارت توله در این کتاب تأکید میکنه که بسیاری از رنج‌های ما ناشی از اینه که یا در گذشته گیر کردیم یا مدام نگران آینده هاییم. اما حقیقت اینه که تنها چیزی که واقعاً وجود داره لحظه حاله. زندگی کردن در همین لحظه کلید آرامش و شادیه. ذهن و تفکر بیش از حد. توله به ما یادآوری میکنه که ذهن ما مدام در حال فکر کردنه و این تفکر بیش از حد باعث اضطراب و استرس میشه. اما راه حل اینی که بدون قضاوت افکارمون رو مشاهده کنیم. با این کار از تسلط ذهن رها میشیم و به آرامش میرسیم. هویت کاذب. یک مفهوم جالب دیگه در این کتاب ایگو یا همون هویت کاذبه. توله میگه این هویت کاذب بر اساس گذشته، نقش‌ها و تصورات ما شکل میگیره و باعث رنج میشه. اما وقتی در لحظه حال زندگی میکنیم، از این هویت کاذب رها میشیم و به آرامش درونی میرسیم. رهایی از رنج. توله توضیح میده که رنج ما ناشی از مقاومت در برابر واقعیته. وقتی لحظه حال رو میپذیریم و مقاومت رو کنار میذاریم، از رنج رها میشیم. این پذیرش کلید یک زندگی آرام و شاده. نقش زمان. یک نکته جالب دیگه اینه که توله زمان رو یک مفهوم ذهنی میدونه. گذشته و آینده فقط در ذهن ما وجود دارن، اما زندگی واقعی در همین لحظه حال اتفاق میفته. زندگی در حال تنها راه رسیدن به آرامشه. ارتباط با درون. توله به ما توصیه میکنه که با حضور در لحظه حال به درون خودمون متصل بشیم. این ارتباط با درون باعث میشه به آرامش و شادی واقعی دست پیدا کنیم. تمرین‌های عملی. این کتاب فقط تئوری نیست. توله تمرین‌های عملی زیادی ارائه میده که به ما کمک میکنن حضور در لحظه حال رو تجربه کنیم. مثلا مشاهده افکار، تمرکز بر تنفس و پذیرش لحظه حال از جمله این تمرین‌ها هستند. نتیجه گیری. قدرت حال یک کتابیه که به ما یادآوری میکنه زندگی واقعی در لحظه حال اتفاق میفته. با حضور در این لحظه میتونیم از رنج‌های ذهنی رها بشیم و به آرامش و شادی برسیم. اکهارت توله با مفاهیم عمیق و تمرین‌های کاربردی راهنمایی ارزشمند برای زندگی معنوی ارائه میده. امیدوارم این خلاصه براتون مفید بوده باشه. اگه دوست دارید بیشتر درباره این کتاب بدونید، حتما نسخه کاملش رو مطالعه کنید. به ما بگید دوست دارید در آینده درباره چه کتاب‌های دیگه‌ای صحبت کنیم. نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید. فراموش نکنید برای دریافت ویدیوهای جدید سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید. تا پادکست بعدی مراقب خودتون باشید و در لحظه حال زندگی کنید.